صدای منو دارید؟ خب سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین و بتونیم یه تایم خیلی خوبی رو با هم دیگه سپری کنیم، مفید باشه انشالله براتون. من خیلی دلات مقدمه کوتاهی میگم تا دوستان دیگه هم برسن و به طور رسمی دیگه بتونیم شروع بکنیم. اگه سوالی هم داشتین همینجا میتونید سوالاتون رو بذارید. من حالا بعضیا رو اگه همون تایمش بود جواب میدم، اگر نه هم که در انتها سوالاتون رو جواب میدم. فقط حالا کسانی که الان توی کارگاه هستن میتونن تایپ بکنن که از چه قشری هستن. آیا شما دانشجو هستید؟ آیا مربی هستید؟ باشگاهدار هستید؟ یا تو چه حوزه‌ای دارین فعالیت میکنید که من یه آشنایی پیدا بکنم، ببینم دوستان بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت میکنن. خب اکثرا دانشجو هستن. بله. خب آقای اسماعیلی باشگاه دارن. مربی باشگاه. خب بسیار عالی، خیلی ترکیب خوبیه. یعنی ما هم دانشجو داریم، هم مربی داریم، هم باشگاهدار داریم، کارشناس تربیت بدنی داریم. خب خیلی اتفاق خوبیه. همه شما قطعا تو حوزه ورزش کار کردین، فعالیت کردین. توی این جاهایی که کار کردین قطعا ایده هایی به ذهنتون رسیده که فکر میکنید الان اون ایده میتونه مثلا یه کسب و کاری رو به وجود بیاره. ممکنه اینجوری باشه، ممکنه کسب و کاری خیلی خوبی رو بتونید به وجود بیارین و درآمد خوبی رو کسب کنید، برای خودتون بتونید یک کار مستقلی رو به وجود بیارید. و همه اینا اتفاقا از همین کارهایی که شما دارید میفرمایید، یعنی از کارشناسای تربیت بدنی، دانشجوها استخراج میشه. چرا؟ چون ایده ها باید از جایی بیاد که نیاز واقعی داره ایجاد میشه. یعنی ما باید نیاز رو ببینیم. در نتیجه بهترین کسانی که میتونن ایده های خوبی بدن کسانی که در دل اون کار هستن. اینا رو من برای این دارم میگم که چون ما داریم مثلا تو بخش‌های فنی، مثلا طرف رشته کامپیوتر کدنویسه، یه نفر رشته مکانیک خونده میتونه یک دستگاه درست بکنه، یه نفری رشته الکترونیکه میتونه یک دستگاه درست بکنه. ولی بعضی از اینا یه چیزی به ذهنشون میرسه، وارد حوزه ورزش میشن، چون میتونن درست بکنن وارد این هیته میشن. ولی خب اکثرا ممکنه به چالش بخورن، چون اون نیازی که شناسایی کردن ممکنه نیاز واقعی نباشه. پس این برای ما الان خب خیلی جذابیت داره و خوبه که ما بدونیم این بچه‌هایی که اینجا هستن و قطعا ایده هایی دارن کسانی هستن که اون نیاز واقعی رو میتونن درک بکنن. خب من مهدی رسولی هستم، دکترای مدیریت ورزشی، تخصصم بازاریابی ورزشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی ام، رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی ورزش هستم در پژوهشگاه تربیت بدنی و سالها مشاور بازاریابی و منتور استارتاپ های مختلف بودم. همین الانم با شرکت های دانش بنیان مختلفی مشغول همکاری هستم، چه در حوزه بازاریابیشون چه در حوزه نوآوریشون دارم باشون کار میکنم. و شعار من اینه که در میدان کسب و کار هم میشه قهرمان شد. یعنی تو حوزه ورزش حتما قهرمانی و برنده شدن توی زمین اتفاق نمیفته و میشه تو میدان کسب و کار هم این اتفاق بیفته. خب یه دلیلی هم که ما اینجا دور هم جمع شدیم قطعا همینه. تو این وبینار ما قرار راجع به چه چیزایی صحبت بکنیم؟ مطالب رو من نوشتم ولی همه اینا یعنی به ترتیب اتفاق نمیفته. من سعی کردم در طی گفتمانی که ما با هم دیگه داریم همه این مطالب تا حدودی پوشش داده بشه. یه خیلی کوتاه فقط آمار و ارقام خیلی کوتاه میدم چون میخوام بحثمون خیلی کاربردی باشه براتون. یعنی اگه بچه‌ها اینجا هستن که ایده دارن واقعا بعد از این کارا بدونن که قراره با ایدهشون چیکار بکنن. خب یه راجع به بازار جهانی صحبتی بکنیم. تو دنیا داره چه اتفاقی میفته؟ ایده ها به کدوم سمت داره میره تو حوزه ورزش؟ استارتاپ های ترند چیا هستن؟ فرصت های نوآوری الان در ورزش حالا دنیا به کدوم ور داره میره؟ تو صحبت هامون ما یه واژه ها و مفاهیم کلیدی که در اکوسیستم نوآوری مطرح میشه رو سعی میکنیم باز بکنیم. شاید خیلی موقع ها به گوشتون
یه کلماتی میخوره و نمیدونید معنیش چیه، که اگر بدونید خب خیلی کمک میکنه که توی این مسیر بتونید بهتر جلو برید. من سعی میکنم که توی هر اسلاید حالا شاید یکی دو تا از واژه‌ها مطرح میشه بهتون میگم و جلو میریم ان شاءالله. عوامل پنجگانه موفقیت استارتاپ ها رو میگیم که حالا از ایده شروع بشه به کجا میره. مسیر شروع نوآوری رو میگیم که همون یعنی چجوری به ایده برسیم، ایده رو چجوری ارزیابی کنیم و چجوری بریم جلو، چجوری جذب سرمایه بکنیم، چجوری تیم پیدا بکنیم. و یک نمونه های ملی و بین المللی هم میخوایم مثال بزنیم روشون صحبت بکنیم که نمونه ها یکیشون نمونه بسیار موفقیه و یکی نمونه بوده که شکست خورده. راجع به اینا صحبت بکنیم چرا این اتفاق افتاده و در نهایت هم یه مراحل توسعه استارتاپ فرضی رو هم با هم دیگه جلو میریم. من حالا اگه تایم باشه یه فایل دیگه هم راجع به یک ایده فرضی دوباره صحبت میکنم. اگه تایم نشد من اون فایلشو در اختیار دوستان قرار میدم که تو کانال‌های مختلف بذارم بتونید استفاده بکنید. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم باز اگه سوالی مبحثی دارید بپرسید، اگر نه ما دیگه وارد بحث بشیم. خب راجع به بازار جهانی ورزش صحبت کنیم. بازار جهانی ورزش جزء 7 صنعت برتر جهان، بیش از 600 میلیارد دلار الان داره بحث مالی توش اتفاق میفته، گردش مالی توش اتفاق میفته و پیش بینی میشه تا 2030 این عدد به 800 میلیارد دلار برسه، به واسطه اینه که دیجیتال سازی داره میشه، هوش مصنوعی داره وارد میشه و تکنولوژی جدید دارن به رشد ورزش کمک میکنن. خب الان دنیا براش چه چیزای جذابه، چه استارتاپ هایی، چه فناوری هایی جذابیت داره و استارتاپ های دنیا دارن به اون سمت میرن. یک بحث خب هوش مصنوعی در آنالیز ورزشکاران. توی داخل کشور هم الان ما استارتاپ هایی داریم که توی این حوزه وارد شدن. هم هوش مصنوعی الان داره استفاده میشه در آنالیز خود و یک ورزشکار که حتی مثلا شما حرکات رو جلوش انجام میدیم، با بینایی تصویر حرکات شما رو آنالیز میکنه، میگه این آقا حرکت رو داری درست میری، داره اشتباه میری. با دیتاهای مختلفی که از شما میگیره میتونه به شما با اون ابزارهای پوشیدنی، گزینه دوم، یه سری ابزارهای پوشیدنی یا گجت های ورزشی داریم، wearables device بهشون میگن. اینا خیلی دارن رشد سریع میکنن. حالا با اون فناوری هوش مصنوعی اینا ترکیب میشه، دیتاهای مختلف رو در حین ورزش از شما میگیره، از ضربان قلبتون تا از فشار خونتون، میزان قند و اطلاعات مختلف بدنتون رو برای یک پلتفرمی میفرسته و اون آنالیز میکنه در لحظه‌ای که شما آیا امکان آسیب دیدن دارید، آیا مثلا آب بدنتون کم شده، آیا نیاز به چیز خاصی دارین، قند بدنت کم شده و در لحظه به شما آلارم هایی میده که شما بتونید. خب من اینترنت هم یک ذره قطع شد، الان فکر کنم دوباره صدای من دارید. خب خب گفتم این پس این ابزارهای و یا گجت های پوشیدنی مثل انواع ساعت چیزهای مختلف داره الان خیلی مد میشه. انواع اپلیکیشن ها، پلتفرم ها تو حوزه سلامت به خصوص به خاطر اینکه جامعه هدف گسترده‌ای داره. یعنی شما وقتی یک اپلیکیشن یا پلتفرم حوزه سلامت، حوزه تغذیه ورزشی طراحی می‌کنید، معمولا چون با قشر زیادی از جامعه مردم در ارتباطی، جذابیت خیلی خوبی داره، به خصوص هم برای مردم هم برای سرمایه‌گذارها. و یکی از مهمترین بخش‌های بازار جهانی ورزش تجربه هواداریه که با توجه به فناوری‌های جدیدی که داره پیش میاد، این امکان اینی که خدمات بیشتری به هوادارا بدن و درآمدهای بیشتری کسب کنن هی روز به روز داره بیشتر میشه. حالا تو اسلاید بعدی ما می‌بینیم که حالا دو تا بعدی فکر کنم که تقریبا 33% از استارتاپ های مطرح جهان که دارن منابع درآمدی دارن تو حوزه هواداری قرار. تو حوزه آنالیز عملکرد ما الان 2 تا استارتاپ تو مرکز نوآوری خودمون داریم که عملکرد ورزشکارا رو در حوزه بیومکانیکی داره شناسایی میکنه و با هوش مصنوعی بهشون آلارم میده. یه استارتاپ داریم به اسم هوشتن که البته میره کم تو حوزه فیزیوتراپی و درمانی
که اونم همین جوریه، یعنی مشکلات شما رو میگیره، حالا پزشک یا مربی به صورت آنلاین جلوش یه سری حرکتایی رو انجام میدین، مشکلات شما رو شناسایی میکنه، بعد به شما یه سری ویدیو میده که شما اون ویدیوها رو بعد تو خونه تمرین بکنید جلوی دوربین حالا گوشی یا تبلتتون. اگر حرکت‌ها رو اشتباه برین اون همونجا در آنلاین شناسایی میکنه، بهتون میگه در این حرکت‌ها رو اشتباه میرید و تمرینات رو انجام میدید. بعد دوباره یه سری تست داره، تست‌ها رو برای مربیتون میفرسته و تمرینات حالا یا همون ادامه پیدا میکنه یا تمرینات تنوع پیدا میکنه. این مثلا دو تا از چیزایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته و ما بهشون اطلاع داریم. یکی دیگه هم که الان تو حوزه باز آنالیز عمل کرد، البته آنالیز بدن بیشتر، آینه هوشمند اکتینو اگه سرچ بکنید مثلا اونا هم یه آینه ساختن که شما جلوش وای میسید، خب مشکلات مختلف بدنیتون رو آنالیز میکنه، همونجا بهتون دیتا میده. خب در 5 سال آینده چه استارتاپ هایی شانس موفقیت بین المللی دارن؟ خواهش می‌کنم. یکی این که باید مقیاس پذیر باشن، این محصولی که بتونه سرعت رشد بالایی داشته باشه و این سرعت رشد، اون کلماتی که گفتم این وسطا بهتون میگم، مثلا مقیاس پذیر بودن یکی از ویژگی های اصلی استارتاپ هاست. قابلیت اسکیل شدن یا اسکیل ابیلیتی به این معنایی که سرعت رشد باید بالا باشه و این سرعت رشد باید نسبت به هزینه خیلی بیشتر باشه. مثال اگه شما یک باشگاه ورزشی دارین، خب مربی باشگاه ورزشی هستین و میخواین درآمداتون 2 برابر بشه، یا باید اندازه باشگاهتون رو زیاد کنین، یا باید تعداد مشتریاتون رو زیاد کنین، یا باید دستگاه‌های بیشتری بخرید. به اندازه‌ای که شما هزینه میکنید شاید مثلا همونقدر درآمدتون بیشتر بشه. ولی مقیاس پذیر بودن این نیست. مقیاس پذیر بودن یعنی اینی که من اگه 1000 تومان هزینه کردم باید مثلا 100,000 تومان در بیارم یا 1,000,000 تومان در بیارم. مثالش چی؟ همین مثال باشگاه ورزشی رو اگه در نظر بگیریم اگه به جای یه باشگاه فیزیکی شما یه اپلیکیشن باشگاهی داشته باشین که اون تو به صورت آنلاین مشتریاتون بیان ورزش بکنن، این میشه مقیاس پذیر بودن. یعنی شما اگه برای اپلیکیشنتون مثلا 1,000,000 تومان هزینه کنید، قابلیتاشو بیشتر کنید، احتمالاً مثلا بتونید 100 میلیون درآمد داشته باشید. یعنی نسبت هزینه به درآمدتون خیلی زیاد میشه. به این میگن مقیاس پذیر بودن. یکی داده محور بودن اینه که شما بتونید دیتاهای مختلف رو از ورزشکارا، از هواداران به دست بیارید و بر اساس دیتاها براشون کاری انجام بدید. یه بخش دیگه اینه که هم بتونید بی تو بی فعالیت بکنید هم بی تو سی. شاید براتون سوال پیش بیاد که خب این معنیش چیه؟ بی تو بی میشه بیزینس تو بیزینس، بی تو سی میشه بیزینس تو کاستومر. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ممکنه یه محصولی داشته باشین یا یک استارتاپی داشته باشین که با صنایع دیگه کار بکنه. یه مثلا من اسنپ رو براتون بزنم. اسنپ موقعی که داره با راننده ها کار میکنه میشه بیزینس تو بیزینس، چون اونا هم دارن یه بیزینس انجام میدن، شما دارین بیزینس انجام میدین، دارین با هم دیگه یک خدمات متقابل میدین. ولی موقعی که داره با مشتری که میشه اون کسی که دنبال ماشین میگرده، مسافر داره ارتباط برقرار میکنه، میشه بیزینس به مشتری. یه موقع بیزینس شما فقط به بخش دولتی داره خدمات میده، میشه بیزینس تو گاورمنت، بی تو جی. پس این اصطلاحاتیه که واسه این حوزه رواج داره. خب بین المللی سازی از ابتدا، یعنی اگه خب قراره یه محصولی، اپلیکیشن، چیز درست بکنید، باید قابلیت این داشته باشه که با زبان‌های مختلف و بازارهای مختلف بتونه ارتباط برقرار کنه. یه موضوع خیلی مهم برای استارتاپ‌هایی که قراره به خصوص در سطح بین المللی موفق باشن اینه که مدل درآمدی متنوع داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بعضی موقع شما فقط همین روی اپلیکیشن مربیگری مثلا صحبت می‌کنید. روی اپلیکیشن مربیگری شما میتونی اشتراک ماهانه بگیری مثل یه باشگاه، یا مثلا تو ماهی بیا 1,000,000 بده، بیا از این خدمات استفاده کن. حالا میتونی اون 1,000,000 رو بگیری، وسطاش تبلیغات هم بذاری، میتونی این وسط از مربی‌های پولی بگیری، اون مربی‌های مطرح رو بیاری بالاتر که یعنی تو صفحه اصلی قرار بدی، وقتی که ورزشکار میاد مثلا مربی‌ها رو ببینه، اون مربی رو ببینه، پس تو داری یه پول اضافه میگیری از مربی.
میتونی تبلیغات بگیری که گفتی، میتونی اسپانسر بگیری، میتونی فروش داده داشته باشی، یعنی طرف وقتی میاد اونجا داره ورزش رو انجام میده یه سری اطلاعات ازش بگیری، حالا آنالیز بهش بدی، آنالیزر رو بفروشی. اینها اتفاقاتیه که پس مدل درآمدیت وقتی متنوع میشه احتمال موفقیت شما میره بالاتر. شما فقط روی یک مدل درآمدی یعنی وابسته به اون نیست. خب فرصت‌های نوآوری رو اینم سریع بگیم رد شیم که گفتم بحث الان هواداری، خب خیلی الان تو دنیا 33% کل سرمایه‌گذاری حوزه اسپورت تک داره تو این حوزه اتفاق میفته و ما معمولا وقتی با بچهای تربیت بدنی حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم مثلا همه میگن که خب مثلا مدیریت که چی نداره، مثلا یا فیزیولوژی یا آسیب یا بیومکانیک، مثلا بیشتر فکر می‌کنن ایده ها و محصولات و اینا باید تو این حوزه باشه، در صورتی که همینطور که داریم می‌بینیم مثلا بیشترین حوزه‌ای که الان ما داریم حوزه اصلا مدیریت ورزشی. خیلی خوب، این چیز جالبی. بعد خب گفتم پلتفرم‌های هوشمند رو مثال زدیم، پوشیدنی‌ها و حسگرهای پیشرفته رو گفتیم که الان چه به صورت لباس، چه به صورت ساعت و چه به صورت پوشیدنی‌های مختلف دیتاها رو میگیره و مستقیم آنالیز میکنه. در یک بحثی که الان تو دنیا خیلی دارن به سمتش میرن، نوآوری برای افرادیه که معلولیت دارن. حالا این معلولیت در بخش‌های مختلف، اونایی که نابینایی دارن، ناشنوایی دارن، معلولیت‌های جسمانی دارن و بخش‌های مختلف. این استارتاپ‌های این حوزه بسیار الان دارن سرمایه‌های خوبی جذب می‌کنن. خب حالا وارد بحث اکوسیستم بشیم. اصلا ما صحبتمون اینه که ما یه ایده داریم، می‌خوایم ایده رو بکنیم یه کسب و کار دیگه، یه استارتاپ. اصلا تعریف ایده چیه؟ اصلا منظورمون از ایده چیه؟ ایده در ساده ترین شکل خود یک راه حل پیشنهادی برای یک مشکل واقعی. پس ساده ترین شکل یک راه حل برای یک مشکل واقعی. پس شما باید یک نیاز، یک مشکل رو پیدا بکنید، براش راه حل پیدا کنید. این میشه ایده. ایده میتونه خیلی ساده باشه، خیلی هم پیچیده باشه. ما موقعی که از استارتاپ صحبت میکنیم همه فکر میکنن که مثلا باید یک تکنولوژی لبه دانش، مثلا هوش مصنوعی، بلاک چین یا مثلا یه اتفاق خیلی عجیبی باشه. نه، استارتاپ ها میتونن خیلی ساده باشن. من اصلا توی این دوره میخوام به شما بگم، شاید بیشترتون دانشجویی، توی محیطی که دارین کار میکنین، اگه آموزش پرورشه، اگه باشگاه ورزشی، هر جایی که هست، باید نگاه کنیم ببینید که یه مشکلی که اکثرا باش درگیرن یا خودتون باش درگیرید، اون رو شناسایی کنید، برای اون یه راهکار پیدا کنید. یکی از ساده ترین چیزایی که من تو این کلاس خیلی راجبش مثال میزنم، کیف هولدر گوشیه. کسایی که باشگاه ورزشی میرن، باشگاه بدنسازی میرن، یا کسایی که اصلا میخوان برن بدوئن، یه مشکل اصلی دارن که این گوشیه رو چیکارش کنن. بعد چون این گوشی هم همیشه باهامونه، یا داره باهاش حالا یا موسیقی گوش میده یا اصلا همیشه کنارمونه دیگه، زنگ میخوره فلان اینا، واقعا مشکل لازم. خب اینو چیکارش کنیم؟ کجا بذاریم؟ تو باشگاه بعد میذاری یه گوشه هم کثیف آلودگی داره، هم ممکنه گم بشه، هم ممکنه ضربه بخوره، آسیب ببینه، هزار تا اتفاق میتونه بیفته. ولی کسی که یکی اومده یه هولدر گوشی درست کرده، حالا این یا مدلش اینه که شما میتونی ببندی به بازوت یا مثلا به دور کمرت، یا یه مدلش اینه که آهنربا داره میچسبه به این سازه های باشگاه، چون همش هم فلزی اند، میچسبونی اونجا، حرکتت که تموم شد ورم داره میزنه یک جای بعدی. و این ایده بسیار ساده میشه یک استارتاپ بسیار موفق. یه دلیلش اینه که ایده مشکل داره حل میکنه. پس یه مشکل شناسایی شد و این مشکل شما دارید حلش میکنید. یک، دو، جامعه هدف بسیار گسترده داره. شما این همه باشگاه‌های بدنسازی، باشگاه‌های فیتنس، باشگاه‌های یوگا، حالا دیگه آقایون خانم‌ها الان همه دارن میرن باشگاه دیگه. پس این یه ابزاریه که همه استفاده، و تمام کسانی که دارن میدونن میرن ورزش صبحگاهی میکنن. مسئله بعدی تولیدش خیلی آسونه، هزینه فروشش کمه، یعنی مردم میتونن خیلی با قیمت ارزون رو بخرن، ولی شما تو حجم بالا باید اونو بفروشید. پس این ایده میشه استارتاپ. پیچیده چیه؟ پیچیده همون مثالایی که زدیم، میتونه بشه پلتفرم هواداری رو بلاک چین، رو هوش مصنوعی، روی یک گجت پوشیدنی و یه چیزای خیلی پیچیده که یا مثلا اینایی که رو بحث آی او تی، یعنی اینترنت اشیا داره سوار میشه. خب از ارزش واقعی ایده موقعیه که نیاز واقعی مشتری رو ما پاسخ بدیم. حالا استارتاپ چیه؟ خیلی ها خب این
کلمه رو شنیدن، همتون کلمه استارتاپ رو شنیدین، ولی ما فرقش رو با کسب و کار نمیدونیم. خب الان کسی که باشگاه داره آیا استارتاپ داره؟ چه به چی ما بگیم استارتاپ؟ چرا مثلا یک باشگاه داره نمیگیم استارتاپ؟ مسئله اینه که استارتاپ چه طبق تعریف حالا بین المللیش یک سازمان یا تیم موقت که برای پیدا کردن یه مدل کسب و کار، پس نیا کنین پیدا کردن یه مدل کسب و کار، یعنی این مدل کسب و کاره وجود نداره یا دقیقاً اونجوری که شما میخواین پیداش کنین وجود نداره. دو، قابل تکرار، یعنی اینکه چون یه نفر دیگه هم میتواند این کار انجام بدهد. و سه، مقیاس پذیر. مقیاس پذیر رو توضیح دادیم، یعنی اینکه سرعت رشدش بسیار بالاه، با هزینه کم شما میتونید درآمد زیاد داشته باشید. ویژگیش چیه؟ ویژگی استارتاپ اینه که یک، نوآوری باید داشته باشه. یعنی اگه شما یک کار نوآوری بکنید، حتی مثل همین کیف هولدر گوشی، یک کار نوآورانه است، یعنی کار شاید پیچیدگی تکنولوژی نداره ولی خب کار نوآورانه است. سریعه، یعنی خیلی سریع میتونید وارد بازار بکنید بفروشید. و ریسک بالا هم داره، یعنی احتمال داره نگیره. این سوالا رو باید بذاریم آخر دیگه، چون اینا شخصی میشه. خب قابل تکرار و گفتم اینا رو گفتم. نوآورانه، سریع، با ریسک بالا، پتانسیل رشد بسیار بالا داره. پس این میشه بحث استارتاپ. توی اسلاید بعدی من فرق استارتاپ رو میخوام یعنی تعریفش رو گفتم، حالا دوباره یکم واضح‌تر میخوایم فرقش رو با یه کسب و کار بگیم. مثلا یه باشگاه میشه یه کسب و کار دیگه. ببینید کسب و کارها مدلشون مشخصه، یعنی شما اگه بخوای برید یه باشگاه ورزشی بزنی، مدلش معلومه دیگه، تو همه جا هست. باشگاه ورزشی مختلف رو میتونیم بریم ببینید که شما برای جایی رو بگیرید، تجهیز بکنید، مشتری میاد، مربی میگیری، اینا ثبت نام میکنن، ورزششون رو میکنن، میرن. این میشه یک کسب و کار مشخص. رشدش هم معمولا خطیه دیگه، یعنی حالا شما رشد خیلی سریع یا خیلی کمی ندارید، یه رشد معمولی دارید، ریسکش کمه و تمرکز هم رو تکرار فرایند. فرق کسب و کار به استارتاپ تو اینه، استارتاپ اولا دنبال اصلا کشف یه مدل جدیده، علت ریسک بالاش هم همینه، یعنی دنبال اینه که اصلا یه کار جدید بکنه که تا حالا نبوده. مثلا تا حالا ما باشگاه مجازی مثلا نداشتیم، خب وقتی شما میگه این پس کار جدیده دیگه، شما باید یه مدل کسب و کار اصلا جدید به درست بکنی. مشتری همون مشتریه ولی مثلا ابزار دیگه باشگاه نیست، میشه اپ دیگه. مثلا مدل گرفتن پولت شاید متفاوت بشه، مدل خدماتت متفاوت بشه، پس مدل کسب و کار شما کاملا متفاوت بشه. رشدتون میتونه خیلی سریع باشه، یعنی شما یه باشگاه میزنی نهایتا من نمیدونم مثلا 300 تا 400 تا 500 تا با توجه به ظرفیت باشگاه مشتری داری، 1000 تا مشتری داری در ماه مثلا، ولی شما میتونی با یک اپلیکیشن یهو مثلا مشتریات برسونی به 10,000 تا 20,000 تا، عددی که با یک باشگاه معمولی اصلا امکانش نیست این اتفاق بیفته. پس رشد میتونه سریع باشه. ریسکش هم همونقدر بالاست دیگه، ریسکش بالاست چون ممکنه این مدل اصلا جواب نده و شما زمین بخوری. ممکنه که مردم با این مدل از فناوری ارتباط برقرار نکنن، اصلا دوست نداشته باشن. و یه مسئله دیگه هم اینه که باید نوآوری داشته باشین، یعنی برخلاف باشگاه که معمولا یه تم یکسان داره، شما هی باید نوآوری‌های جدید داشته باشی که بتونی مشتریت حفظ کنی. پس فرق الان استارتاپ و کسب و کار ما اینجا فهمیدیم. یه جمله معروفی هم هست که پس میگه هر استارتاپ یک کسب و کار است، اما هر کسب و کاری استارتاپ نیست. باید این شرایط رو داشته باشه. خب بریم وارد مراحل استاندارد این بشیم که از یه ایده تا استارتاپ بین المللی رو ما چجوری باید طی بکنیم. کشف ایده گفتیم، پس کشف ایده اینه که شما یه مشکل واقعی رو شناسایی کنید، یکیش همون هولدر گوشی، یکیش همین اپلیکیشن. تو ورزشکاران تو شهرهای کوچیک به مربی حرفه‌ای دسترسی ندارن، این مشکله، پس شما مشکل رو شناسایی کردید. حالا میخوایم مثلا تو حوزه تخصصی ورزش عمومی رو کاری نداریم، مثلا تو حوزه رزمی من و مربیای حرفه‌ای که مثلا تو تهران هستن یا دارن در سطح ملی کار میکنن و من دسترسی ندارم، میدونم که ورزشکار دسترسی ندارن،
ولی میدونم که مثلا نیاز به ورزش‌های رزمی زیاده هست، به خصوص یه برهه‌های مثلا دهه‌های قبلی که بروسلی و نمیدونم یه چیزا زیاد نشون میداد، مثلا جامعه جوگیر شده بود، همه مثلا نصف ایران داشتن رزمی کار می‌کردن. پس اول مشکل واقعی رو باید بریم پیدا بکنیم، بعد بریم ببینیم روندهای جهانی تو این حوزه‌ای که من الان شناسایی کردم مشکل هست تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. اگه من روی این اپلیکیشن کار میکنم، کرونا کمک کرد تو دنیا، نه فقط تو ایران، کرونا کمک کرد که مردم ارتباطشون با پلتفرم‌های آنلاین بیشتر بشه. و قبل از اون اینجوری نبود. قبل از اون مردم اصلا بیشتر دوست داشتن فیزیکی برن یه جایی، اصلا دوست داشتن فیزیکی برن محصول رو دست بزنن بخرن مثلا پارچه. ولی این 2-3 سال کرونا شرایط دنیا رو به یه سمتی برد که مسائل آنلاین خیلی بیشتر شد، به خصوص تو حوزه ورزش که دیگه نمیشد به صورت گروهی و تو باشگاه ورزش کرد. خب پس شما بر اساس اینها یه ایده اولیه تعریف میکنید، اونم پلتفرم آنلاین برای اتصال ورزشکار به مربی. این حالا یه مثاله، میتونید مثال‌های دیگه هم بزنید. خب تو مرحله بعدی بعد ایده‌تون رو شما اعتبار سنجی کنید. قبل از اینکه هر گونه هزینه‌ای بکنید، اینو باید کامل در جریان باشه. اصلا قبل از اینکه شما حتی 1 قرون هزینه بکنید، بریم بسازیم. ما با یه نفر صحبت می‌کردیم، گفت مثلا ایده خوب به ذهنم رسید، رفتم اپلیکیشن ساختم، تیم گذاشتم، یهو مثلا 200 میلیون هزینه کرد و بعد نتیجه نمیده. مثلا ایده برای شما ایده جذابی بوده. بعضی موقع یه ایده هایی رو ما فکر می‌کنیم، میگیم آقا این خیلی میگیره، خیلی جذابه، ولی باید ببینی که آیا اون مشتری که مد نظرته برای اونم جذابه یا نه فقط برای شما جذاب. پس چیکار می‌کنی؟ میتونین تو اون جامعه هدفتون یه سری گروه‌های، بهش میگن گروه متمرکز، یه سری گروه متمرکز درست بکنین، باشون بشینین صحبت کنین. اگه مثلا همین اپلیکیشن مربیگری میخوای درست کنی، بریم پیش توی چند تا باشگاه با مربی‌ها و با ورزشکارا بشینین صحبت کنین. آقا اگه اینجوری باشه تو دوست داری استفاده بکنی با مربی‌ها؟ آیا این مثلا ببین این درآمد تو رو زیادتر میکنه ها، این مثلا رفت و آمد تو رو داره کمتر میکنه ها، این مثلا دسترسی تو رو به ورزشکارهای مختلف تو شهرهای مختلف داره بیشتر میکنه، این اعتبار و برند تو رو داره زیاد میکنه. خب این تو اینا رو بهش میگی، حالا ببین مشکلات اون چی، آیا واقعا میخواد؟ با ورزشکارهای مختلف صحبت کن. آقا اگه تو این باشه حاضری تو خونت بشینی ورزش کنی اینجا نیای؟ مثلا خیلی‌ها شاید اصلا توی نسلی، ببین مثلا جامعه هدف فرق میکنه. مثلا میگم شاید تو نسل نوجوان و جوان و اینا اصلا اینا میان ورزش میکنن که برن ارتباط برقرار کنن، این شبکه اجتماعیشون رو بزرگ بکنن، با دوستاشون باشن. برای همین تو هر چقدر اپلیکیشن خیلی خوبی برای این گروه سنی درست کنی، شاید اصلا براشون مهم نباشه، چون طرف دوست داره بره اصلا با رفیقاش هم در حالی که داره ورزش میکنه مثلا صحبت هم بکنه، نمیدونم نوشیدنی هم بخوره، مثلا بازی هم بکنه، راجع به مسائل مختلف هم حرف بزنه. پس بعد ببینیم اگه من قرار این اپو درست کنم دارم برای کی درست میکنم، بعد بری با اونا صحبت بکنی، نیاز اونا رو در بیاری. بعد بری خب گفتم رقیبای داخلی بین‌المللی تو شناسایی کنید، ببین اونا دارن چیکار میکنن، اولا چیکار میکنن، دوما آیا موفقن یا نیستن، دلیل موفقیتشون چی بوده، دلیل شکستشون چی بوده. این خیلی به شما کمک میکنه که قبل از اینکه هزینه بکنی شما اصلا بازارتو بشناسید. خب پس نتیجه میگیری که آقا بله نیاز وجود داره و با قیمت مناسب و در دسترس و ساده میتونی اینو در اختیار همه قرار بدی. مرحله بعدی این خیلی بخش مهمیه. ما برای این موضوع طراحی مدل کسب و کار یه کارگاه هم طراحی کردیم که فکر کنم تو مهر اتفاق میفته و یکی از مهمترین بخش‌های برای راه اندازی استارتاپ اصلا اینه که شما مدل کسب و کارتو بتونی طراحی بکنی. مدل کسب و کار یعنی چی؟ مدل کسب و کار یا کانواس بیزنس مدل معمولا یه چهارچوبیه، به شما یه چهارچوبی میده که شما بفهمی اگه من بخوام این کسب و کار رو شروع بکنم ابعاد مختلفش چیه، مشتریام کیان، چه ارزش‌های پیشنهادی دارم به مشتریام میدم، جریان‌های درآمدی من از کجا داره میاد، هزینه‌هام داره از کجا میاد، شرکای کلیدیم کیان، 9 تا بخشه، ارتباطاتم چجوریه، کانال‌های ارتباطیم چجوریه و این اتفاقات. شما وقتی که این چهارچوبه رو بتونید کامل شناسایی بکنید،
تازه افتادین اول بحث اینه که خب حالا استارتاپمو شروع بکنم یا نکنم. گفتم این مثلا یک دوره 2 تا 4 ساعته فقط ما برای اینکه این بوم کسب و کار رو آموزش بدیم، فقط نیازه که حالا انشالله در آینده این کلاس رو فکر کنم میگم 3 مهر فکر میکنم این کلاس رو قرار بذاریم. خب حالا که بیزنس مدل رو طراحی کردی، ابعاد مختلف کارتو شناسایی کردی و فهمیدی میگم مشتریت کیه، شرکات کیان، هزینه چیه، درآمدت چیه، همه اینا رو فهمیدی، قبل از اینکه اینو بگم من یه چیزی دیگه هم از اصطلاحات استارتاپی بگم. شما یه بیزینس مدل داری که همینی که من گفتم. تو بیزینس مدل شما فقط شناسایی میکنی، عدد نداریم، اصلا عدد نداری. میگه آقا جریان درآمدی من چیه؟ جریان درآمدی من اشتراک ماهانه است، درصدی از کلاس هاست، تبلیغات. این جریان درآمدیته. شما تو بیزنس مدل اینو تبدیل به عدد نمی‌کنی. یا هزینه ها تو شناسایی می‌کنی. میگه آقا هزینه من یکی اینه که باید پول بدم به دیولپر برام اپو بنویسه، هزینه سرورمه، مثلا هزینه این چیزا. ولی شما عددشو در نمیاری، فقط چارچوبشو در میاری. اون چیزی که ما توش عدد میبینیم چیه؟ کسی میتونه بگه؟ خب ما یه پس بیزینس مدل داریم، یه بیزینس پلن داریم. آفرین، دقیقاً. ما تو بیزینس پلنه که تبدیل به عدد میکنیم اونا رو. یعنی میگم پیش بینی میکنیم که در 3 سال یا در 5 سال آینده من چقدر درآمد خواهم داشت، چقدر هزینه دارم، چقدر باید مثلا پول کارمند و دیولپر و اینا بدم، هزینه هاتون همه رو پیش بینی سود میکنید، پیش بینی نقطه سر به سر میکنید. یعنی هزینه هایی که من اول کردم کی به اینجا میرسه که تازه هزینه هامو پوشش بدم، از اون به بعد قراره سود بکنم. عددهای مختلف رو باید به دست بیارید. خب حالا پس بیزنس مدل تو که طراحی کردی، شما میرسید به مرحله MVP، Minimum Viable Product، نمونه محصول اولیه پذیرفتنی. چه این چیزی؟ محصول اولیه پذیرفتنی یعنی چی؟ ببینید بچه‌ها، شما حتی اگر ایده‌تون رو ارزیابی کردین دیدین خیلی خوبه و بیزنس مدل رو طراحی کردین، بازم هنوز احتمال این که به موفقیت برسین بالا نیست. باید یه بار تستش بکنید با کمترین هزینه. یعنی چی؟ مثلا شما میخواید یه پلتفرم درست بکنید، خب که توش دوره های ورزشی رو فیلم برداری کنید، اونجا بذارید ملت برن بخرن نگاه کنن. خب ساختن البته ورزشی رو حالا میگم، اینو توضیح بدم. ساختن یک وبسایت کامل یا یک اپلیکیشن کامل برای شما بسیار هزینه بره، درسته؟ و زمان بره و ممکنه که خب این شکست بخوره دیگه، اصلا به نتیجه نرسه. بهترین راهش پس میشه MVP. نمونه اولیه چیکار میتونید بکنید؟ شما میتونید برید تو یوتیوب، توی آپارات داخل ایران، تو اینستاگرام، یعنی چیزایی که رایگانه، برید تست بکنید ببینید آیا این ایده من جواب میده که من اگه فیلم یک دوره آموزشی رو گرفتم بذارم اینجا، آیا مردم علاقه دارن این مثلا ببینن آنلاین؟ این پس اگر این اتفاق افتاد، شما یه بار چکش کردید، این اتفاق افتاد با هزینه بسیار کم و جواب میده، حالا میتونید سرمایه گذاری بیشتری بکنید، برین اونو بسازید. پس راحت ترین کار پس اینه. حالا برای همون مثالی هم که داشتیم می‌ذاریم، نسخه اولیه میتونید با یک وبسایت ساده مثلا وردپرس با هزینه بسیار کم اول درستش بکنید، بعد با یه سری مربی و ورزشگاه تست بکنید. اگه دیدید که گرفت، این اتفاق بیفته. از هوش من یه سوال اینجا گفتن البته چاپشو میسپارم به خب. آره اولا که البته همیشه جوابگوه. یعنی شما
هر کسی که دارد ورزش میکنه، یعنی از ورزشکار گرفته تا مربی نیاز به الماس داره، پس همیشه جوابگوه. یعنی هر چقدر هم تکنولوژی پیشرفت کنه شما البته که لازم داری. ولی چیزی که اول جلسه ما گفتیم اینه، ببینید کسب و کار، استارتاپ، تولید البسه ورزشی و فروشش کسب و کاره. باید فکر کنی که چی میشه استارتاپ. استارتاپ یعنی چیزی که من مثل همین لبوبوه رو دیدیم، این استارتاپ یه چیزی که با سرعت میاد یهو 1 میلیون عروسک توی نمیدونم مثلا یه ماه فروش میره. این دیگه از حوزه کسب و کاری خارج میشه، اصلا میشه یه چیز دیگه. برای همینم شما وقتی دارین تو حوزه البسه ورزشی فکر میکنی، باید فکر کنی که من باید چی درست بکنم، یه چیزی که سرعت رشد بالا، حالا یا تکنولوژی توش داشته باشه، یا نوآوری توش داشته باشه و بتونم فروشمو یهو به سطح زیادی برسونم. این میشه استارتاپ. از هوش مصنوعی 100% اصلا شک نکنید. هر کی به شما بگه آقا از هوش مصنوعی استفاده نکن، حتی توی همین قسمت‌ها، یعنی تو MVP، توی طراحی ایده‌تون، تو ارزیابی ایده‌تون، هر قسمتی که من دارم توضیح میدم حتما از هوش مصنوعی استفاده کنید. چون هوش مصنوعی بر اساس اطلاعات و دیتای مختلف زیاد میاد به شما اطلاعات میده. به خصوص مثلا تو جیمینا یا تو گروک یا تو حتی همین چت جی پی تی و اینا یه قسمت داره دیپ سرچ. وقتی دیپ سرچ رو بزنی میره اطلاعات واقعی رو از نمونه‌های واقعی پیدا میکنه، با منبع براتون میاره، میگه نگاه کن تو اینجا اینو از من پرسیدی، این ایده من آیا خوب است، برو دنیا مثلا بگرد با منابع به من بگو. این میره تو دیپ سرچ، میره میگرده اینترنت و ایده هایی که نزدیک اون چیزی که شما گفتین رو پیدا میکنه براتون میاره دیگه. خب هزینه بررسی شما رو خیلی کم میکنه دیگه. خب مرحله بعد، خب حالا MVP شما نمونه اولیه رو ساختی، اگه نمونه اصلی تو بخوای بسازی نیاز به سرمایه خیلی زیاد داری. یا این پول رو داری، خب خودت داری یا خانواده، اینا بالاخره قرض اینا، این کیچ. اگه نداری باید ببینیم این پول رو ما از کجا میتونیم بگیریم. تو محیط استارتاپی ما یک کلمه‌ای داریم به اسم اکوسیستم. اکوسیستم نوآوری، اکوسیستم استارتاپی، چه این چیزی خیلی مطرح میشه. منظور چیه؟ ببینید اصلا به طور کلی اکوسیستم تو طبیعت اومده دیگه. یعنی یک گروهی که دارن به هم دیگه وابسته زندگیشون و دارن با هم دیگه زندگی میکنن. مثلا تو یک دریا، یا مثلا چه میدونم این پلانکتون ها رو نمیدونم یه ماهیایی میخورن، اون ماهیا رو باز یه ماهیای بزرگتری میخورن، اون ماهی بزرگا رو نهنگا میخورن، دوباره نهنگ میمیره، دوباره اون فیتوپلانکتون ها از اونها تغذیه. یعنی این میشه اکوسیستمی که همه اینا به هم وابستن. حالا تو اکوسیستم چی گفتم؟ مثلا طراحی، خب حالا من اینو سعی میکنم آخرش این سوالا اینجوری جواب بدیم دیگه، چون یهو فردی میشه. داشتم اینو میگفتم که آها ما یه اکوسیستم، تو این اکوسیستم نوآوری ما یه بخشایی داریم که به شما تو جذب سرمایه کمک میکنه. حالا شاید برای شما هم خوب باشه که الان این پیامو دادی برای البته. یه بخشایی داری که به شما کمک میکنه تو تولیدت، یه بخشایی داریم به شما کمک میکنه برای تحقیق و توسعه، و یه بخشایی هم داریم که به شما کمک میکنه برای اینکه بتونید ایده‌تون رو مثلا تجاری سازی کنید یا بین‌المللی کنید. پس این اکوسیستم بخش‌های مختلفش به شما کمک میکنه. ما حالا این بخش الان میخوایم راجع به بخش سرمایه یه تیکشو باهاتون صحبت بکنیم. پولی که اول شما نیاز دارین، سرمایه اولیه، بهش میگن سید مانی. سید یعنی بذر دیگه، پول سرمایه بذری هم بهش میگن به فارسی. به خاطر اینکه شما بتونید این سید مانی رو بگیرین احتیاج به پیچ دک دارین. همین پاورپوینتی که یه پاورپوینت استانداردیه که شما میایید میگه آقا مسئله اینه، راهکار من اینه، تیمم اینه، همون بیزنس مدلتون رو توضیح میدین و این پیش دکتون رو میرین به مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، اینا رو همه رو در ادامه میگیم فرق اینا با هم چیه، ارائه میدید به سرمایه‌گذارا، به سرمایه‌گذاری فرشته، به اینا معرفی میکنید. یکی بهتون اگه دنبال سرمایه بهتون سرمایه میده، اگه دنبال بازارید ممکنه که به شما بازار رو معرفی کنه، دنبال تولیدین یکی تو تولید بهتون کمک میکنه. میگم این آقایی که گفت البته میتونه
اگر ایده جدیدی داره بره سمت اینا، یعنی بره سمت مرکز نوآوری که تو حوزه پوشاکن یا تو حوزه ورزشن. اونا مثلا میتونن کمک بکنن ریسک شما بیاد پایین. خب یه دریافت حمایت مالی کوچیک رو میگیرین و بعد تیم سازی میکنین، کارو شروع میکنین. برای اولم وارد بازار ایران میشیم. تو بازار ایران اگر میخواین کار بکنیم، باز دوباره پیشنهاد من اینه که روی یک رشته خاص شروع بکنین، توی یه حوزه خاص شروع بکنین، اون حوزه خاص رو برین جلو و بعد کارتون رو بزرگ بکنین. یکی از مشکلات استارتاپ ها این بچه ها اینه که میگم این راه ارتباطی رو من بهتون میگم، یکی از مشکلات بچه ها اینه که بچه ها نه، حتی تیمای بزرگ اینه که یهو میخوان یه کار بزرگ بکنن، یهو میخوان یه محصول کامل وارد بازار بکنن. شما حتی بزرگترین و موفق ترین استارتاپ های دنیا رو هم برید نگاه بکنین. مثلا یه استارتاپی ما داریم به اسم بلیز پاد سرچ بکنین حالا میاد. یه شرکتیه که یه سری دستگاهی درست کرده برای تامینات چابکی. ببین نمونه اولیه که میده یه نمونه ساده است که شما با لمس یه سری چراغ‌هایی مثلا چابکیتون سنجیده میشه. اینو وارد بازار میکنه، بازار رو محک میزنه، سنجش میکنه، میبینه که خب اوکی این جواب میده، همه باهاش ارتباط برقرار کردن، ورزشکارا و بقیه و اینا. تو مرحله دوم رفته یه دونه مدل درست کرده به اسم حرفه‌ای پرو، مثلا بلیزپاد پرو که مخصوص ورزشکارای حرفه‌ایه. اون یه اپلیکیشن حرفه‌ای داره، سرعتش بسیار دقیقه، میلی ثانیه هم حساب میکنه و مثلا خیلی مقاوم‌تره، به ضربه مقاومه. این برای ورزشکارای حرفه‌ای. باز اومده یه مدل دیگر، بعد دیدینم جواب میده، بعداً میره یه مدل ضد آبش هم درست میکنه برای اونایی که میخوان تو استخر و تامینات آبی. ولی ما تو همین ایران مثلا با بعضی از شرکت‌ها صحبت میکنیم، مثلا یهو میخواد یه محصول درست بکنه همه اینا رو داشته باشه. آقا ممکنه این محصول تو هر چقدر خوب باشه وارد بازار که شکست بخوره، مثلا جامعه ایرانی رو قبول نکنه اصلا به هر دلیل و شما شکست میخوری. پس بهترین راه با یک جامعه هدف خاص وارد بازار بشین و کم کم جامعه‌تون رو بزرگ کنین. یهو سعی نکنین برین بخواین همه بازار رو بگیرین. بهش میگن نیچ مارکتینگ. نیچ مارکتینگ یعنی یه گوشه از بازار رو بگیر، اونو برای خودت بکن. مثلا یه نمونه از همین بلیزپاد که تو ایران ساخته شده، اسمش یادم نیست، ولی یه دونه که من یادمه تو کارخونه نوآوری آزادی ساخته شده بود. مثلا رفته بود اختصاصی رو کودک داشت کار میکرد. اگر تو کودک موفق شد میره رو رشته‌های دیگه. حالا یه نمونهش هم که شرکت آنیا داره میزنه به اسم اسموپاد، اونم فکر کنم به زودی وارد بازار میشه رو ورزشکار حرفه‌ای. خب بریم. خب موقعی که حالا شما محصولتون رو تونستین بسازین، وارد بازار داخلی کردین، تو مرحله بعدیش اینه که بتونین اسکیلینگ منطقه‌ای بکنین، چند زبانش بکنید، با خصوصیات بین‌المللی اونو یکی کنید، یعنی بتونید پرداخت‌های بین‌المللی رو روش بیارید و اینا، و بتونید اول دوباره از کشورهای همسایه و نزدیک شروع بکنید، بعدم که به سمت کشورهای بین‌المللی برید. اونجوری حتی شما میتونید جذب سرمایه بین‌المللی هم داشته باشید از شتاب دهنده‌های بین‌المللی که پولای خیلی خوبی میدن. مثلا همین بلیزپاد که من بهتون گفتم توی 3 تا راند مختلف نزدیک 6 میلیون دلار فقط سرمایه جذب کرده. اول از آمریکا و اسرائیل شروع کرده، بعد به خاطر که می‌خواسته جهانی بشه احتیاج به پول زیاد داشته دیگه، رفته با این مراکز جذب سرمایه صحبت کرده و تونسته 6 میلیون دلار پول جذب بکنه و وارد بازار بین‌المللی شد. خب 5 تا عامل توی موفقیت استارتاپ‌ها بچه‌ها خیلی مهمه. یکی زمانه، میتونین بقیه‌اشو شما بگین؟ تو حرفام هم بهشون اشاره کردم، یعنی تو تا حالا هرچی صحبت کردیم فکر میکنم تقریبا به همشون ما اشاره کردیم. خب یکی از مهمترین بخش سرمایه، دقیقاً. ولی جالبه همه فکر میکنن که سرمایه قطعاً یکی از این 5 تا است، ولی همه فکر میکنن سرمایه مثلا مهمترین بخشه، ولی در صورتی که طبق تحقیقاتی که کردن اصلا میگن زمان، نوع طراحی شناسایی هم میشه بیزنس مدل. درسته،
درگیری بازار هدف بازم میشه بخشی از بیزنس مدل. خب یکی از مهمترین بخش‌ها زمانه. یعنی شما حتی اگه یه ایده خیلی خوب داشته باشی، یه تیم خیلی خوب داشته باشی، یه محصول خیلی خوب داشته باشی، زمان ورود به بازارت اگه مناسب نباشه شما شکست می‌خوری. و یا اگه شما زمان بندی خوبی داشته باشی ممکنه به موفقیت خیلی بالایی برسی. من مشاور کسایی شرکت‌های دانش بنیان که بودم، مثلا بهشون گفتم بهترین زمان ورود به بازار شما، یا مثلا یه ابزاری درست کرده بودم برای ابزار ورزش، دقیقاً مثلا تو اواخر بهاره. چرا؟ چون اواخر بهار مدارس تعطیل میشه و مدارس ورزشی شروع میشه، مثلا حالا کلاس‌های تابستونی رشته‌های مختلف ورزشی، و تمام این بچه‌ها میخوان برن رشته‌های ورزشی، و اونجا تایمی که شما گلدن تایم شما، تایم طلایی شما اونه که وارد بازار بشین، چون این ابزاره طوری به کلاس‌های آموزشی ربط داشت. اون تایم رو دست بدی دیگه میره باز تا یک برهه دیگه که بخوره به این موضوع دیگه. مثلا دوران کرونا بچه‌ها اون تایمینگ رو خیلی به ما نشون میده. یه عده که مثلا می‌بینی باشگاه‌های خیلی مجهز و خوب و عجیب غریب داشتن یهو شکست خوردن، ولی اونجا کسی که اپ داشت، مثلا اپ شاید تا اون موقع مردم استقبال ازش نمی‌کردن، خیلی هم توجه بهش نمی‌کردن، یهو شد فوران کرد دیگه، شد یک انفجار کاربری گرفت و به جاهای عجیب غریبی رسید. پس تایم تو مارکت، زمانی که شما بخواید وارد بازار بشین، یکی از مهمترین بخشاست. بعضی موقع دست خودتونه، مثل مثال اولی که من زدم. یعنی شما تایم بازار حساب کنین، ببین آقا کار من آیا به دانش آموزا ربط داره، آیا به کلاس تابستونی‌ها ربط داره، به چی ربط داره، اون موقع بعد ارائه بدی. یه دست خودته، یه موقع دست تو خودت نیست، مثل کرونا، مثل جنگ. آقا موقع که این 12 روز جنگ شد خیلی از استارتاپ‌ها شکست خوردن دیگه، اینترنت قطع میشه، چیزهای مختلف، مردم دغدغه‌هاشون اصلا عوض میشه. بعد از جنگ چون یکم شرایط مثلا حالا نامتعادل بود، اصلا دغدغه مردم از سمت ورزش شاید یکم دور شد، رفت سمت چیز مثلا سرمایه گذاری، مثلا چه این چیز. خب مورد بعدی تیمه. پس اول زمان، دوم تیم خوب میتونه یک ایده خیلی کوچیک و متوسط اما موفقیت برسونه. تیم شما باید متنوع باشه. بچه‌ها اگر ایده تو ذهنتون دارین، منم این اشتباه کردم و من یه ایده خیلی خوبی داشتم، نیاز بازارم بوده، از دل بازارم در آوردم، ولی اون تیم مشکلم بوده که مثلا من خودم توی ایده بازاریابی و مدیریتش و اینا توانمند بودم، ولی تیم فنی مثلا نداشتم یا تیم مالی نداشتم. شما باید یه ترکیب داشته باشین، بریم یه ترکیبی پیدا کنیم که تمام بخش‌های مختلف اصلی ایده شما رو پوشش بده. شما با ایده تنها که نمیتونید بری جلو. مهمترین بخش، یک بخش فنی، دو بخش بازاریابی، مالا مدیریت و مالی. این چهار تا، دو تا اول از همه مهمتره. تاباوری تیمتون باید در مقابل بحران ها همین که گفتم دیگه، جنگ، زلزله است، کرونا، چیزهای مختلف، تورم، نمیدونم یهو مشکلات اقتصادیه، باید یه تاباوری داشته باشن، یعنی بتونن کنار هم بمونن. خیلی از تیم‌های استارتاپی تو مرکز نوآوری خود ما اومدن، ایده خیلی خوب داشتن، محصولشون خیلی خوب داشته، جلو میرفته، بعد دعواشون شده تیمشون اصلا پاشیده رفتن، مثلا ایده هم خورده زد. پس این تیم خیلی بخش مهم. یه جمله خیلی معروفی هست، به خصوص در دنیا اگه استارتاپ بین‌المللی بخواید داشته باشین، سرمایه‌گذارا میگن ما روی تیم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، نه روی ایده. چون ایده تغییر میکنه، تیم خوب همیشه میتونه راهکار پیدا کنه. من با یکی از این شتاب دهنده‌های حوزه بازی کامپیوتری که صحبت میکردم، میگفتن که خیلی از تیم‌ها میان اینجا و ما اینا رو ارزیابی میکنیم، مثلا از ما سرمایه میخوان یا چیزای مختلف. میگم ما اینا رو ارزیابی میکنیم، اگر ببینیم ایدهشون بده ولی تیمشون خوبه، اینا رو رد نمیکنیم، بهشون میگیم آقا این ایده شما خوب نیست، به جایی نمیرسه، خودمون بهتون یه ایده میدیم، شما تیمتون قویه. اگه تیم قوی باشه اصلا این شتاب دهنده ها مراکز نوآوری اصلا شما رو ول نمیکنن و هر جور شده شما رو نگه میدارن، شده یه ایده جدید به شما بدن ولی رو شما سرمایه گذاری میکنن. حالا ما این تیم‌ها رو از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ ببین توی استارتاپ چون معمولا شما خیلی بودجه نداری،
که هزینه‌های اولیه تو پوشش بدی. شما می‌خوای اپلیکیشن درست کنی، پول نداری بری پول دیولپر بدی که مثلا ماهی 50 میلیون قرار از شما بگیره. اپلیکیشنت هم حداقل 3 ماه 4 ماه طول میکشه، مثلا میشه 200 میلیون. خب شما که اینقدر پول نداری، بهترین راه اینه که یک، از بین اقوام اگه کسانی رو داری، از بین دوستان نزدیک، دوستان دانشگاهی، هم خوابگاهی، نمیدونم اینها، بگردی از بین اینا یه تیم پیدا بکنی که شما همتون کنار هم باشین. قرار نیست اول کسی حقوق بگیره، قرار نیست کسی پول برداره، قرار هر کسی بشینه بخش خودش رو انجام بده، تقسیم وظایف کنیم، بخش خودش رو انجام بدیم، بریم جلو. اگه به پول رسید بر اساس یک توافق نامه‌ای که با هم داریم تقسیم پول میشه. کجا دیگه؟ استارتاپ ویکندا، هکاتونا. استارتاپ ویکندا، هکاتون یه رویدادایی هستن که معمولا میگن آقا الان مثلا هکاتون هوش مصنوعی فدراسیون کشتی الان داره برگزار میشه، میگن که آقا تو حوزه مثلا هوش مصنوعی در کشتی ما میخوایم هر کسی توانایی داره یا علاقه داره فلان اینا بیا ثبت نام کنه. همه میرن اونجا ثبت نام میکنن، اینا دور هم میشینن، مثلا یه روز دو روز با هم دیگه یه چیزی رو درست میکنن، همونجا تیم درست میکنن. اصلا رویدادهای استارتاپ ویکند هم تقریبا همین جوریه، یعنی یه موضوع ارائه میدن، میگن آقا مثلا فدراسیون ووشو گفته آقا من میخوام به تاتامی درست بکنم، از خارج نیارم. کی میتونه؟ هر کسی، مثلا یا اپلیکیشن میخوام درست بکنم، همه کسایی که علاقه دارن میان اونجا تیم میشن، 2 روز 3 روز با هم دیگه میشینن روی یک موضوع کار میکنن و بعد میرن ارائه میدن. اگه داور اونا رو قبول کردن بهشون سرمایه میدن و اون تیم همونجا شکل میگیره. رویدادهای نوآورانه ما الان هفته دیگه از یک شنبه المپیاد ورزش‌های نوآورانه وزارت علوم داره شروع میشه. خب اونجا یه رویدادیه که همه کسانی که تو حوزه فناوری دارن کار میکنن هستن. یه رویداد دیگه به اسم از ایده تا کسب و کار. اگه ایده دارین اینو سرچ بکنید، از ایده تا کسب و کار در ورزش، sportidea.ssrc.ac.ir. این رویداد شما میتونید ایدهتون رو بفرستین، ما اونجا ارزیابی میکنیم و اگه برنده بشه سرمایه بهتون میدیم، جا بهتون میدیم برای شرکتتون و چیزهای مختلف. بذار من اینجا اصلا بنویسم. این آدرسی که گذاشتم من یه رویدادیه که مثلا میتونید ایدهاتون رو بفرستین اونجا ارزیابی میشه. حتی اگه ایده خام هم باشه اشکال نداره، ما ارزیابی میکنیم و اگه ایدهاتون خوب باشه داوری میشه، حالا ممکن اتفاقای خوبی بیفته. مراکز کار اشتراکی چیه؟ مراکز کار اشتراکی بعضی از شتاب دهنده ها میان یا مراکز نوآوری یه سری میز و در اختیار شما قرار میدن به عنوان دفتر شرکتتون، شما اونجا بری بشینی کار بکنی، کاراتو انجام بدی. اتفاقی که تو مراکز نوآوری میفته فقط جای نیست، تیم سازیه. یعنی شما میری توی مرکز نوآوری میبینی مثلا 10 تا تیم نشستن دارن کار میکنن. حالا شما اگه یه جای کارت اپلیکیشنه میبینی 2 تا تیم اپلیکیشن اونجا نشسته، میری با اونا میشینی ایدهتون رو مثلا حالا یه جوری تا یه حدی بهشون میگی، اگه بتونید توجهشون رو جلب کنی ممکنه بتونی با اونا تیم سازی بکنی. یا مثلا تو حوزه گرافیکی که لازم داری یکی از تیم‌ها یا 2 تا از افرادی که اونجا هستن تو حوزه گرافیک دارن کار میکنن. پس این مراکز کار اشتراکی، مراکز نوآوری، یکی از خوبیش اینه که شما میتونید اعضای تیم یک مورد نیازتون هم اونجاها پیدا بکنید. خب پس گفتیم موضوع اول زمان، بعد تیم، بعد ایده دیگه. ایده و محصول که روش کامل صحبت کردیم، باید یه مشکل واقعی باشه، نیاز واقعی باشه. گفتیم حتما نمیخواد خیلی چیز عجیب غریب باشه، میتونه با یک ایده خیلی ساده مثل اون کیف هولدر مثلا این اتفاق بیفته. ما الان تو همین المپیاد فناورانه وزارت علوم چون داوریاشو ما انجام دادیم نزدیک 300 تا ایده اومد. از این 300 تا ایده مثلا بعضیاش اینقدر ساده و جذاب بود که حالا به مرحله فینال رسیدن و قراره میگم یک شنبه هفته دیگه بیان ارائه بدن طرحشون. توی دانشگاه امیرکبیر هم هست. اگه خواستین، حالا نمیدونم شرایط این که افراد عادی بتونن ورود کنن بیان ببینن نمیدونم، شاید بشه افراد عامی هم بیان. عامی که میگم منظور اونایی که فقط تیمای بغیر از تیمای مسابقه است، مثلا کسایی که بیان ببینن شاید بتونن بیان. دانشگاه امیرکبیر اتفاق میفته و از اون 300 تا ایده ما 50 تاشو انتخاب کردیم که قراره بیان اونجا ارائه بدن و سرمایه گذار هم اونجا هست، داورا هم هستن، اگه اوکی باشه ممکنه بتونن همونجا جذب سرمایه کنن. خب
مسئله بعدی سرمایه است. سرمایه رو برای چی لازم داریم؟ به خاطر اینکه MVP مون رو بسازیم، محصول اولیه‌مون، به خاطر اینکه محصول اولیه‌مون رو ساختیم، اگه خوب بود بریم محصول خط تولیدمون رو بندازیم، وارد بازار بشیم. بعد اگه جواب گرفت سرمایه لازم داریم که بتونیم توسعه بین‌المللی بدیم. سرمایه خیلی خوبه اما تضمین موفقیت نیست. واقعیت اینه که سرمایه جزء آخرین چیزاییه که خیلی مهمه. اون میگم تیم شاید خیلی مهمتره یا ایده کلا خیلی مهمتره. یه نمونه من اینجا گذاشتم، شکست داده پرداز در جلوتر اینو و پرسپولیس. اینو جلوتر مثالشو براتون میزنم که چه اتفاقی افتاد. حالا جاهایی که به شما سرمایه میدن رو من بهتون میگم. این اون اوایل نفر سوال پرسید، اینجا جوابشو بشید. کجاها به شما سرمایه میدن و این اکوسیستم چه بخشایی داره؟ بعضی مراکز بهشون میگن شتاب دهنده. شتاب دهنده معمولا اینجوریه که شما یه ایده‌ای دارین که ایده‌تون خامه، هنوز در مراحل اولیه است، میرین به این شتاب دهنده ها ارائه میدین. معمولا یه دوره 3 تا 6 ماهه برای شما میذارن، بیزنس مدلتون رو بهتون یاد میدن چجوری بیزنس پلن بنویسین، یاد میدن ابعاد مختلف بازارتون رو بشناسین، براتون کارگاه و دوره و اینا میذارن. یا براتون یه مربی میذارن، مربی کسب کار رو بهش میگن منتور. یه منتور کنارتون میذارن که بهتون آموزش بده که بتونید کسب و کارتون رو شکل بدین. و خوبیش هم اینه که الان آقایی هم که گفت تو حوزه پوشاک ما شتاب دهنده های تخصصی داریم. یعنی اگه تو حوزه فینتک یعنی چیزای مالی شما بخواید یه کاری بکنید، شتاب دهنده های تخصصی حوزه مالی است. تو حوزه لوجستیک مثلا مثل دیجیکالا اگه میخوای سایت مثلا فروش محصولات ورزشی خیلی عجیب غریب بزنی، میتونی بری شتاب دهنده دیجی نکست که مال دیجیکالا. اگه تو حوزه نمیدونم مثلا تو هر حوزه دقیقاً شتاب دهنده تخصصیش هست. مثلا همراه اول شتاب دهنده تخصصی داره، هر کدوم از اینا. تو حوزه پوشاک هم باید سرچ کنیم ببینیم که چه شتاب دهنده‌هایی هستن. یه سری جاها بهشون میگن استارتاپ استودیو. استارتاپ استودیو یه جاهایی هستن که شما نمیخواد ایده بدی، اونا ایده دارن دنبال تیم میگردن، ولی فرق اونا دنبال تیم میگردن، بهتون هزینه پولم میدن، بودجه میدن، سرمایه جام بهتون میدن، کمکتون هم میکنن. فرقش فقط اینه اگه شما برین تو استارتاپ استودیو بخواید یه کاری رو انجام بدین، بیشتر سهم اون استارتاپ مال اون استارتاپ استودیو، مثلا 60-70% مال اونا میشه، 30-40% برای شما میشه، ولی خب تقریبا همه چیز اونا دارن میدن. ولی توی شتاب دهنده ها اینا معمولا اینجوری نیست. مثلا شتاب دهنده ها نهایتا مثلا 5% تا 10% ممکنه از چیز شما رو بگیرن. مراکز نوآوری معمولا تو دانشگاه ها و حالا پژوهشگاه خود ما مثلا هست. ما مرکز نوآوری ورزش رو داریم که اونجا هم بهتون فضای کار اشتراکی میدیم، هم کمک‌های تحقیق توسعه میدیم، هم منتور براتون کنارتون میذاریم، هم براتون کلاس و دوره و کارگاه میذاریم و سرمایه اولیه هم با توجه به کارتون ممکنه بهتون تعلق بگیره. مراکز رشد هم دوباره اونم میره تو همون فضای دانشگاهی اگه تو دانشگاه مختلف هستین، ولی مراکز رشد فرقش اینه که دیگه از مرحله ایده بعد جلوتر باشی. یعنی مثلا تو مرحله MVP باشی یا محصول تو ساخته باشی که تو مرکز رشد بهتون کمک بکنن. معمولا هم دوره‌های رشد 1 تا 3 ساله. اونا هم بهتون یه سرمایه‌های کمی رو میدن. یک کلمه که شاید خیلی شنیده باشین VC یا ونچر کپیتال، معروف هم به سرمایه‌گذاران خطرپذیر. اینا یا صندوقن یا شرکت سرمایه‌گذاری ان که تو مراحل مختلف میان پول میدن و پولای خیلی زیادی میدن. مثلا همین استارتاپ مثلا اکتین که همین آینه هوشمند ورزشی، من ازشون شنیدم که نزدیک 5 میلیارد اینا مثلا جذب سرمایه کردن. البته فکر کنم MVP شون ساخته بودن و تونستن جذب سرمایه بکنن، ولی میگم باید توی مرحله خوبی باشین تا اصلا VC ها باهاتون صحبت بکنن. یعنی باید محصولتون یه بخشش رو ساخته باشین اصلا که بیان روشون سرمایه گذاری بکنن. یه بخشایی هم CVC بهشون میگن. این هم شاید برای شما جذاب باشه. CVC شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی هن. یعنی مثلا اگه شما تو حوزه هم مثلا میگم لوجستیک ورزشی یه طرحی داری، میتونی بری پیش دیجیکالا. دیجیکالا تو حوزه کاری خودش میاد روی شما سرمایه‌گذاری میکنه و
فقط هم دنبال این نیست که سهام بگیره، دنبال اینه که این استارتاپ شما به درد کار خودش بخوره. مثلا شما اومدی گفتی آقا من میخوام یه دوچرخه‌ای رو درست بکنم تو سطح شهر، یا مثلا یه اسکوترایی رو درست بکنم تو سطح شهر، استارتاپ من اینه که برن خریدای دیجیکالا رو مثلا برسونن دست ملت. مثلا اینو مثال زدم. خب این به حوزه کاری دیجیکالا میخوره، چون الان موتور داره میبره، تو میگی من میخوام این کاری بکنم دوچرخه مثلا ببره، مثلا یه بیزینس دارم راه میندازم دیگه، چون به حوزه کاری اون میخوره اون میاد رو شما سرمایه گذاری میکنه و حتی بخشی از سهام شما رو ممکنه بگیره. سرمایه گذاری فرشته خیلی آدمای خوبی هستن اینا. ای بابا یه برقمون رفته. حالا اگه با گوشی اینا میتونیم وصل بشیم، میخواد با گوشی وصل بشیم اینا که برقشون رفت. سرمایه گذاری فرشته یا انجل اینوسترها، آره فایل جلسه رو میذاریم براتون. افرادی هستن که اینا یه آدمای آقا خیلی ثروتمندی هستن، فرد دیگه شرکت نیست و خیلی دوست دارن بیان رو استارتاپ ها سرمایه گذاری بکنن، خیلی ریسک زیادی هم قبول میکنن. توی دنیا نمونه‌های خیلی معروف مثلا از رونالدو، مسی و مثلا امباپه، اینا مثلا اومدن روی خیلی از استارتاپ‌های ورزشی سرمایه‌گذاری‌های خیلی سنگین کردن. به اینا میگن سرمایه‌گذاری فرشته. اینا میتونین لیستاشو حتی در سطح ملی بین‌المللی سرچ بکنین، پیدا بکنین. یه خوبی که اینا دارن علاوه بر اینکه به شما پول میدن، شبکه ارتباطی هم بهتون میده. مثلا اگه طرف فوتبالیسته، مثلا امباپه یا رونالدوه، علاوه بر اینکه میاد به تو پول میده، تو رو وصل میکنه به ورزشکارهای دیگه، به فوتبالیستای دیگه، به باشگاه‌های دیگه. یا مثلا تو ایران ما یه سرمایه‌گذار فرشته داریم، آقای گوهری، تو ورزش داره کار میکنه. بعد مثلا رو 5 تا از استارتاپ‌های مرکز ما اومد هم سرمایه‌گذاری کرد و هم ارتباطاتش رو وصل میکنه، یعنی شبکه فروشش رو، شبکه تبلیغاتش رو میاد وصل میکنه و اینا خیلی تاثیرگذارن. بچه‌ها ما یه اصطلاحی داریم تو اکوسیستم به اسم اسمارت مانی، پول هوشمند. پول هوشمند یعنی اینکه من به تو پول نمیدم ولی یه خدماتی بهت میدم که مثلا ارزش بالایی داره. مثل همین مثالی که بهت گفتم، مثلا من میام به تو شبکه فروش میدم، تو رو وصل میکنم به یه جایی. مثلا اگه تو حوزه کودک چیز درست کردی، من آقا مثلا یه اپلیکیشنی دارم که مثلا 5000 تا مربی کودک اون توه، این مستقیم تو رو وصلت میکنم به یه جایی که بازارته. این از پول واقعی شاید ارزشش برای شما خیلی بیشتر باشه. یا مثلا من میام به تو خط تولید میدم، تو قرار نیست اپلیکیشن درست کنی، اصلا اپلیکیشن من دارم، یه بخش از اپلیکیشن خودم میدم به تو، مثلا دیگه تو کارتو انجام بده برو جلو. پس اینا میشه اسمارت مانی، خدمات مختلف. خب حالا برای اینکه ما انتخاب کنیم با کدوم از اینا، شتاب دهنده، مرکز نوآوری، فلان، اینا با کدوم بریم، باید ببینیم اول جایگاهمون چیه. ایده داریم میریم سمت مرکز نوآوری، شتاب دهنده و این. اگه از محل ایده رد شدیم، مثلا MVP داریم، میریم سمت این فرشته، مثلا سرمایه‌گذار فرشته. این اگه محصولمون از MVP رد شده، محصول داریم، میتونیم بریم سمت VC ها و CVC ها و اینا. پس جایگاهمون، نیاز مالی هر چقدر شما مرحله‌تون پایین‌تر باشه، پول کمتری میتونیم بگیریم. اگه مثلا فقط ایده دارین، ایده‌تون خیلی خوبه، باحاله، مثلا ممکنه به شما چه میدونم مثلا بیان 300 میلیون پول بدن، سرمایه گذاری کنن. اگه ایده رو رفتی یه MVP نمونه اولیه ساختی، بعد بری پرزنت بکنی، ممکنه به جای حالا 300 میلیون به تو بیاد 1 میلیارد 2 میلیارد پول بده. اگه محصولت وارد بازار شده، یه مقداری هم فروش رفته، مقدار کم، بعد تو پول نیاز داری که اینو تبلیغات گسترده بکنی، اونجا ممکنه یهو عددهای خیلی بیشتری بیان به شما کمک کنن، مثلا بالای 7 میلیارد بیان برای شما سرمایه گذاری بکنن. اگر هم که مثلا داخل دیگه ساختی و میخوای حالا در سطح بین‌المللی، که دیگه عددا خیلی متفاوت میشه. خب هدف رشد چیه؟ همینه که گفتم، میخوای محصول تست کنی، وارد بازار بشی، بین‌المللی بشی. با این سه تا معیار شما میتونید بسنجید که حالا سمت کی برین در جذب سرمایه. یه نکته خیلی مهمه رو در نظر بگیرید، این کسایی که به شما سرمایه میدن همینجا الکی نیست دیگه. دو تا اتفاق میفته، یا از شما سهام میگیرن، سهام شرکتتون رو میگیرن با توجه به پولی که به شما میدن. حالا این سهام بعضی موقع فقط سهامه، یعنی منظور اینه که تو سود شما شریکن. بعضی موقع عضو هیئت مدیرتون میشن و اصلا تصمیم گیری میکنن برای شرکتتون. اینا همه است، بستگی داره چقدر به شما پول میده. و
بعضی موقع ها مرکز نوآوری ما سهام نمیگیره، قرارداد مالی با شما می‌بنده، میگه آقا تو 5 سال آینده من به تو پول میدم، مشاوره هم میدم، جام بهت میدم، ولی تو 5 سال آینده هر چقدر درآوردی یه قرارداد باید می‌بندم، مثلا 1%، 5%، 10% درآمدت مال منه، ولی من سهام ندارم. این جدول رو گذاشتم، حالا این توضیحاتش رو دادم دیگه. فایلی که در اختیارتون قرار دادم تو اینو بخونید که تو هر مرحله به کدوم از این سازمان ها میتونید مراجعه بکنید. خب آخرین گام از اون 5 عامل موفقیت استارتاپ ها مدل کسب و کارشونه که گفتم یه بهش میگن بیزنس مدل، حالا کانواس یا اینجا نمیشه بیزنس مدل اند اکزیکیوشن. برنامه اجرایی یا برنامه بیزینسی شماست، 9 تا بخش داره. این 9 تا بخش اگه شما بتونید به صورت حرفه‌ای پر بکنید میتونید اصلا برین سمت شتاب دهنده ها و جاهای مختلف و ایده‌تون رو پرزنت بکنید. برای این گفتم ما یه دوره انشالله اختصاصی میذاریم. خب بر اساس حرفایی که زدیم گفتیم آقا ایده زیاده، اون چیزی که باعث میشه ایده بشه استارتاپ موفق ترکیب درست زمان، تیم، محصول، سرمایه و اجراست. قطع شد الان؟ فکر کنم یه عده برقاشون رفت، احتمالاً دسترسی نداره. خب بچه من دو تا مثال میخوام براتون بزنم بر اساس صحبتایی که با هم دیگه کردیم. یه مثال نمونه موفق تو حوزه مدیریت ورزشی، حالا حوزه خودمه، یه دونه هم باز شبیه و همین حوزه ناموفقش. اگه سرچ بکنم یه پیشنهاد بهتون دارم بچه‌ها، استارتاپ های مطرح در ایران و در سطح بین‌المللی رو حتما سرچ کنید، داستاناشون رو بخونید، از کجا شروع کردن، چه اتفاقی براشون افتاده، چرا موفق شدن، چرا اصلا شکست خوردن. من یکی دو تا کلاس رفتم درس دادم که اصلا چرا که استارتاپ خودم داشتم شکست خورد. خیلی کار راه انداختم، حالا یکی دو تاش گرفته، یکی دو سه تا شکست خورده. یه جا رفتم من فقط 2 ساعت راجع به این صحبت کردم که چرا استارتاپ من شکست خورد و اینقدر بچه‌ها مثلا کیف کرده بودن که چه جالب، مثلا آقا ما علل شکست رو بدونیم هم خیلی برامون جالب. خب یه استارتاپ موفق اسمش از سوشیوز، یه استارتاپیه که اومده یه پلتفرم درست کرده، تو اون هوادارهای ورزشی میتونن برن راجع به باشگاه خودشون نظر بدن. نظرسنجی های مختلف داره. آقا بهترین بازیکن این زمین کی بود؟ شعار امسال باشگاه ما چی باشه؟ یه موقعی سال 1998 من تو باشگاه پرسپولیس مشاور بودم، مشاور بازاریابی بودم، ما این کار کردیم. توی اینستاگرام باشگاه این کار کردیم. باشگاه پرسپولیس می‌خواست بره چمپیونز لیگ آسیا، همین با جام باشگاه آسیا، بعد AFC گفته بود آقا یه شعار بدیم. ما گفتیم خب شعار رو بدیم، بگیم هوادارا بگن. تو اینستاگرام گفتیم آقا بیاین شعار پیشنهاد بدین، پیشنهاد دادن، بعد 3 تا انتخاب کردیم، به نظرسنجی گذاشتیم و مثلا یکیش انتخاب شد. خب این یه نیاز هواداره، یعنی هوادار دوست داره که نسبت به باشگاهش تعامل داشته باشه، ارتباط، اصلا یه کاری بکنه اونجا. خب پس سوشیوز اومده یه نیاز واقعی رو شناسایی کرد که آقا هوادار دوست دارد با باشگاهش ارتباط داشته باشه. بعد چیکار کرده؟ اومده یه سری توکن‌های هواداری درست کرده روی رمز ارز، رو بحث‌های رمز ارزی یه توکن هواداری درست کرده. شما این توکن هواداری رو باید بری بخری، از طریق اون وارد پلتفرم بشی، اونجا بتونی حالا نظرسنجی کنی. این کاری بوده که اول شروع کرده. خب ایده‌شو سال 2018 داده. ایده‌ش این بوده تبدیل هواداران به بازیگران فعال. خب پس خیلی نیاز خوبی بوده. بعد شرکت مادرش هم شرکت چیلیزه، یه رمز ارز چینی. بعد 66 میلیون دلار تونسته پول جذب بکنه و اینا. بعد سال 2019 اولین محصولش رو وارد بازار کرده، اولین باشگاه‌ها یوونتوس و چند تا از باشگاه‌های اروپایی PSG و اینا رو اومد باهاشون قرارداد بست. ببینید دارم میگم بچه‌ها مرحله، حتی بزرگترین استارتاپ‌های دنیا مرحله به مرحله جلو میرن. رفت که 2 تا باشگاه رو قرارداد بست. 2021 دو سال بعد میره وارد بازار آمریکا میشه، فوتبال آمریکایی و بیسبال و نمیدونم اینا، بسکتبال و NBA و اینا. 50 میلیون دلار اونجا فقط هزینه میکنه که تو آمریکا فعالیت بکنه، بازار آمریکا رو بگیره دستش.
2022 حالا با اون شرکای بزرگ MLS و اینا تو آمریکای شمالی قرارداد می‌بنده. بعد سال 2022 دوباره سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی تو بارسلون میکنه و همینجوری میره جلو. 2023 و 2024 شبکه زیرساخت اختصاصیش رو درست میکنه و دیگه الان اون سمت چپ نگاه میکنین 43 تا پارتنر جهانی داره. همه لوگوها رو نگاه کنین، الان لوگوهای باشگاه مطرح دنیا تو حوزه‌های مختلف، مثلا فوتبال گرفته، فوتبال آمریکایی گرفته تا تو بسکتبال و فرمول 1 و همه چیزو دیگه الان ورود پیدا کرده و به شدت داره درآمدزایی میکنه. مسئله اول با فقط رأی گیری و نظرسنجی ورود کرد. مسئله دوم NFT رو وارد کرد. مسئله سوم بعدش، یعنی وقتی که این موفق شد رفت NFT ها رو وارد کرد، وقتی اون موفق شد رفت بازی های کامپیوتری اضافه کرد. یعنی الان هواداره میره اون تو، علاوه بر که رأی میده میتونه یه سری بازی کامپیوتری هم بکنه، مثلا امتیاز برای خودش کسب بکنه. هر سال هر میبینه موفقیت داره یه بخش بهش اضافه میکنه به خودش و اونجا هم درآمد کسب میکنه. خب پس درسایی که ما از این میگیریم، یک وعده ساده شروع کنید. پس یک چیز ساده، هوادار تصمیم میگیرد، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. مثال بعدی که میخوام بزنم برعکس اینا، اینو خوب گوش کنید. پس اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، هوادار میتونه تصمیم بگیره، همین، اصلا هیچ چیز پیچیده‌ای نداره. شما اگه برین تو سایتش تصمیمات ببینید چقدر ساده است. امروز کاپیتان میخواد یه بازوبند ببنده روی بازوش بره وارد زمین بشه، شما بگین آقا رو بازوبند کاپیتان ما چی بنویسیم؟ یعنی از این ساده تر. یه موسیقی میخوایم انتخاب کنیم موقعی که مثلا باشگاه گل زد، این موسیقی تو استادیوم پخش بشه، شما بیاین انتخاب کنین موسیقی چی باشه. یعنی خیلی کار آسونی، ولی نیاز رو شناسایی کرد. اول مشتریای مرجعتون رو پیدا کنین، مثلا همین اول این رفت یوونتوس رو قرارداد بست، پی اس جی رو بست، بعد کم کم توسعه پیدا کرد، شرکای استراتژیک پیدا کرد مثل بارسلون، مثل اون آمریکا، زیرساخت اقتصادی رو ساخت و بعد هم سنجای موفقیتش رو اعلام کرد. اومد گفت آقا من اینقدر سرمایه‌گذار دارم، اینقدر فروش داشتم، اینقدر توکن فروختم، اینقدر باشگاه جذب کردم و برای خودش برند درست کرد. حالا مورد برعکسش من راجع به باشگاه پرسپولیس بهتون میگم. بچه سال 1997 1998 یه شرکت بسیار بزرگ و ثروتمند بورسی به اسم شرکت آتی داده پرداز اومد شد کارگزار اقتصادی باشگاه پرسپولیس. حالا اون موقع با من هم صحبت کردم به عنوان مشاور اقتصادی، من کنارشون بودم ولی خب هیچ گوش نمی‌کردن، کار خودشون می‌کردن. هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که یه سوپر اپلیکیشن هواداری درست بکنن که این درآمدزایی خیلی عجیب غریبی برای باشگاه پرسپولیس داشته باشه. در طی یه سال اینا 110 میلیارد تومان پول دادن به باشگاه. 110 میلیارد اون موقع خیلی عدد زیاد، الان پول یه بازیکنه، ولی اون موقع خب خیلی عدد زیادی بود برای باشگاه. این پلتفرم زمین خورد، یعنی خیلی قشنگ زمین خورد. حالا برای شما جالبه، ببین تیم بسیار قوی، شرکت آتی داده پرداز شرکت بورسیه که نزدیک شاید 30-40 تا مثلا مهندس آیتی بسیار قوی داره. پس از نظر تیم و تیم مالی بسیار قوی، تیم بازاریابی، اصلا شرکت بورسیه دیگه، مثلا تیم خیلی قوی. سرمایه هم که داشته دیگه، 110 میلیارد تومان سرمایه داشت، اومده گذاشته، فقط برای باشگاه 110 میلیارد تومان داشت. زمانبندیش هم خوب بوده، قبل از اینکه لیگ شروع بشه اومد قرارداد بست. لیگ جدید مثلا 2 ماه مونده بود لیگ جدید شروع بشه اومد قرارداد بست که اپلیکیشنش هم با شروع لیگ وارد بازارش. ولی چی باعث شد که نتونه خوب عمل بکنه و شکست بخوره؟ نظراتتون رو بنویسید، ما حدس بزنید. شما سرمایه داری، تیم قوی داری، برند باشگاه مثلا بالاخره پرطرفدار داری دیگه، زمانبندیت هم خوب بوده، چی باعث شد که این اپلیکیشن زمین بخوره رو هم نظرات شما رو بشنم. نه زمان خوب بود، گفتم دیگه زمانشون مثلا دقیقاً یه موقعی بود که مثلا 2-3 ماه قبل از شروع لیگ بود، اپلیکیشنشون رسید، مثلا لیگ شروع شد اپلیکیشن هم رونمایی شد، زمان مشکل نداشت. آفرین، تیماشون با هم مشکل نخوردن، نه خلاقیت اپلیکیشن و جذب هوادار. آفرین، این آقای صالح نیا و مهدی، تشخیص نیاز.
قرارداد کوتاه مدت نه، ارتباط شکل نگرفت با هوادار درسته، میلاد هم درست گفت، تبلیغ ضعیف نه، ایده دقیقاً ایده. ببینید بچه‌ها، حرف اول ما این بود شما باید نیاز اصلی رو شناسایی بکنید. نه ارتباط هم خیلی قوی بود، همه جا تبلیغ شد تو اینستاگرام باشگاه. اینستاگرام باشگاه اون موقع 4-5 میلیون چیز داشت، بالاخره سابسکرایب داشت، الان هم فکر کنم بالا 10 میلیون نفر، اون موقع 5 میلیون بود. ولی هم تو خود اینستاگرام باشگاه هر روز داشت استوری و چیز و اینا میشد، اس ام اس برای همه هوادارا زدن، مثلا خیلی تبلیغات زیاد کردن. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بچه‌ها نیاز هوادار رو نسنجیده بودن. تو ایده قبلی دیدی یه چیز خیلی ساده، فقط آقا هوادار بیاد نظر بده و هوادار بابت اینکه بیاد نظر بده حاضر بود بیاد پول بده که بیاد نظر بده. خیلی جالبه. ولی اینا تو اپشون مثلا تنها چیزی که بهش دقت نکرده بودن این بود که اصلا هوادار چی دوست داره. اومده بودن یه سری حالا کلیپ و فیلم و اینا گذاشته بودن و اینا و بیشتر دنبال این بودن که چیز بفروشن، نمیدونم شارژ ایرانسل و شارژ همراه اول و اینترنت و بیاین کارت به کارت بکنین و اینجور چیزا، کاری که بلد بودن. چون آتیلا داده فراز کارش همینه، چون این کارو بلد بودن فکر می‌کردن خب الان ما برای پرسپولیس یه اپلیکیشن بیاریم بالا دیگه، الان همه هوادار پرسپولیس قراره بیان شارژ موبایلشون رو نمیدونم اینا رو از اون تو بخرن، در صورتی که این ایده اصلا ایده درستی نبود. و ما هر چقدر حالا به عنوان مشاور بهشون گفتیم بابا هوادار اصلا دنبال این چیزا نیست، هوادار مشتریه یه باشگاه ورزشی، بعد بری ببینی نیازش دنبال چیه، دنبال کلکل کردنه، دنبال اینه که ارتباط داشته باشه مثلا با بازیکن‌ها، با هوادارا، دنبال اینه که یه اثری داشته باشه تو باشگاه. شما اینها رو بعد تو اپلیکیشن براش ایجاد بکنی، شارژ گرفتن و اینا، مثلا تبلیغ چیز تخفیف بذاری، خب تو اگه 20% اینجا تخفیف بذاری بیرون اپلیکیشن 7-80 میاد 50% تخفیف میذاره، اون کسی که دنبال اونه میره اونو میخره. و واقعیت اینه که نیازه خوب انجام نشد، چون تیم فنی بسیار قوی داشتن اصلا گوش نمی‌کردن و میگفتن نه ما چون بلدیم اپلیکیشن درست کنیم خودمون هم میدونیم چی توش بذاریم و خودشون گذاشتن پروژه خورد زمین و 10 میلیارد ضرر کردن. هیچی هم فکر نکنم پول در آوردن تو اون سال، خیلی از اپلیکیشن در نیاوردن. من یادم ما خودمون اون موقع قرارداد مثلا لباس رو با بانک گردشگری براشون بستیم و قرارداد یکی دو تا چیز رو لباسشون و اینا مثلا در حد 20 میلیارد 25 میلیارد، ولی از اپلیکیشنشون پول در نیاورد. در صورتی که شاید تک تک شما که اینجا هستین، حالا چون رشته‌تون ورزشیه، چون تربیت بدنی هستین، چون مربی باشگاهین، ورزشکارین، شماها شاید اگه الان ورود پیدا کنین کنار اینا و اینا به حرفتون گوش بدن، خیلی راحت میتونین یه اپلیکیشنی درست بکنین که میلیاردها تومان برای این باشگاهایی که اینقدر هوادار دارن درآمدزایی کنه. دقیقاً آره، تیمشون تیم فنیشون قوی بود. من یادت راجع به تیم صحبت کردم، گفتم تیم باید در نظر بازاریابی، فنی، مالی، مدیریت، اینا بازاریابیشون قسمت بازاریابی که بازار رو شناسایی بکنه، نیاز مشتری شناسایی کنه ضعیف بود، گوش نمیدادن دیگه. چون تیم فنیشون خیلی قوی بود اعتماد به نفسشون زیاد شده بود، به حرف کسی گوش نمیداد. خب پس دلیل شکست پروژه رو ما گفتیم، عدم توجه به نیاز واقعی، نبودن تجربه کاربری جذاب، اینم بود، تمرکز بر منافع باشگاه شرکت نه هوادار. این اصلا ما کار نداشتیم هوادار دنبال چیه، کار داشتیم ما پول میخوایم، اینا میخوان شارژ بفروشن. ضعف بازاریابی و فرهنگ سازی، هوادار این احساس تعلق پیدا نکرد. درس‌های کلیدی پس میگیم شروع نیاز از مشتریه، ما باید دنبال وفاداری باشیم. رویکردهای بین‌المللی مثل پلتفرم‌های مختلف، مثل همین که من مثال زدم و بریم نگاه کنیم اونا دارن چیکار میکنن، ما همون کارو بکنیم و از یه تجربه واقعی شروع بکنیم. خب ما بحثمون عملا تموم شد. ما صحبت کردیم که از یه ایده بخوایم شروع بکنیم چجوری باید جلو بریم، ایده‌مون رو چجوری ارزیابی بکنیم، سرمایه بخوایم کجاها میتونیم بریم، تیم رو چجوری میتونیم بسازیم، همه اینا رو گفتیم. 2 تا مثال زدیم، یه مثال موفق زدیم، یه مثال ناموفق زدیم. یه
نمونه دیگه هم من درست کردم، اونم میدم دوستان تو گروه براتون بذارن، رو همون هولدر گوشی. یعنی اون چون برام خیلی مثال ساده و ملموسیه، همه قشنگ راحت میتونن متوجه بشن، من یه بیزنس مدل خیلی ساده برامون درست کردم و اینکه از ایده چجوری بخواد برسه به کسب و کارم خیلی ساده، یعنی در حد ابتدایی. اون تو نوشتم که فقط آشنا بشی. اونم فایلش رو بهتون میدم انشالله که بتونید استفاده بکنید. ساختن اپ شخصی رو چجور تشکیل بدیم؟ یعنی چی؟ یعنی تیمت رو چجوری درست بکنی؟ گفتم دیگه. ببین بهترین راه، من الان تجربه شخصی خودم باز میگم، بهترین راه اینه که من الان یکی از ایده هامو رفتم تو فامیلامون گشتم، یه نفری که کارش این بود پیدا کردم، تو آقا بیان این ایده منو براش توضیح دادم، قانعش کردم که ایده خوبی، و اون به همراه، چون رشتهش دیولپر بود و کارش طراحی چیز بود، طراحی اپ بود، خودش و دوستاش یه تیم شدن با من قسمت‌های بازاریش و بازارش و اینا رو طراحی کردم، اونا قسمت‌های فنیش. این برای من هیچ هزینه‌ای نداشت و الان در دست طراحی، یعنی هنوز به مرحله MVP نرسیده. این اگه این طرح موفق بشه که خب همه سهم میبرن، اگر هم شکست بخوره هر کسی به اندازه خودش، یعنی کسی پول نذاشته وسط این یه موضوع دوم گفتم بریم پیش مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها اینا، که اونا بعضی موقع تیم دارن. مثلا همین آقای گوهری که مثال زدم، این هم سرمایه گذاری فرشته است، هم به خیلی از ایده های بچهای ما تیم میده. یعنی میگه آقا ایده تو خیلی خوبه، تو هم بازارت هم خوبه، من اصلا تیم اپمو بهت میدم، یه تیم برات میذارم و اون چیزی که مد نظر توئه برات بسازن. ولی خب سهام از بچهای ما یعنی میگیره این و خیلی چیز منطقی. چطور میتونیم ایده رو عملی کنیم بدون اینکه تقلید بشه؟ ببین بعضی موقع ها شما وقتی که یه ایده رو توی بازار جدید تست میکنی تقلید نیست. مثلا همین سوشیوزی که من برای شما مثال زدم، شما بیا تو ایران پیاده کن، تقلید نیست، جواب میده دیگه. الان خیلی از استارتاپ های مطرح ایران، مثلا دیجی کالا مگه اونور نبوده، آمازون بوده دیگه، تقلید کرده. مثلا اسنپ و تپسی، مثلا اوبر بوده دیگه، اوبر تو آمریکا و اروپا بوده، اونها رفتن همون رو تقلید کردن آوردن. نمیدونم این جاباما و اینایی که مثلا هتل و اینا بهتون جا مثلا چیز میدن، اجاره میدن، مثلا ایر بی ام بی، خب تو آمریکا بوده رفتن از اون تقلید کردن آوردن. اصلا تعریف استارتاپ تکرار پذیر بودن دیگه، یعنی شما بتونید اون رو تکرار بکنید. پس این که شما نه اصلا تقلید نیست، نه اصلا تقلید نیست، اصلا تقلید اصلا باشه، تقلید چیز بدی نیستش که شما اینو آوردید توی محیط جدید دارید فعالیت میکنید. و مثالش هم زدم دیگه، دیجی کالا و اسنپ و اینا که دیگه ما بزرگتر نیستیم دیگه، هزاران میلیارد الان گردش مالی دارن و استارتاپ مثل موفقی هستند. و شما برای این چی میگم برین سرچ بکنین ببینین تو دنیا داره چه اتفاقی میفته، بیزنس مدلاشون رو ببینین، سرچ بکنین، بعد ممکنه یکی از اونها رو خیلی راحت شما بتونین بیارین داخل و ایجادش بکنین. کارشناس تغذیه ورزشی من نمیتونم بخونم. پیشنهادم همون برای اون تغذیه ورزشی، اینم پیشنهادم اینه که حتما بریم مراکز نوآوری و شرکت‌های شتاب دهنده با اونها وارد چیز بشیم، همکاری بشیم. قدرت تولید و تبلیغ و شناخته شدن قطعا دست کسی بتونه انجامش بده. ببین من وقتی میگم استارتاپ مثال براتون زدم، این استارتاپ کسی که میخواد استارتاپ شروع کنه کسی که پول نداره اصلا. خب مثلا من مثلا خودم مثلا توی کاری پول نداشتم. بهترین راه اینه که میگم بری یه تیم پیدا بکنی که اولش حاضر، یعنی مجبور نباشی پول بدی، مثلا تیم از دوستا، از فامیل، از اقوام، اینجوری. این موضوع پس برای اولش احتیاج به پول نداری. وقتی هم به یه سطحی رسیدی که دیگه کار تقریبا مسئول اولش شروع شد، میتونی بری شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شتاب دهنده ها، مرکز نوآوری، سرمایه‌گذار جذب بکنی دیگه. اونجا سرمایه‌گذار هست دیگه. برای چی ما امروز این کلاس‌ها گذاشتیم بریم اینا رو بهتون آموزش میدیم؟ دلیل نداره تو همین اول پول زیاد داشته باشی. دو تا چیزم بهت گفتم، سرمایه‌گذارا بعضیا به شما پول میدن، بعضیا تو چی لازم داری؟ اینجا گفتی چی؟ قدرت تولید، تبلیغ.
بعضی سرمایه‌گذارا به تو تولید میده. مثلا یکی از سرمایه‌گذارای ما آقای محسنی ها. مثلا آقای محسنی نیا که شرکت تولید مثلا قطعات ورزشی داره و یا مثلا داره سازهای کراسفیت میزنه، به ما گفته آقا من حاضرم هر کی اومد نمونه اولیه‌شو براش بسازم. من اینجا دستگاه برش دارم، دستگاه خم دارم، لیزر دارم، چی دارم. اون ایده‌ای که داره رو من اینجا میام براش میسازم. اگه فروش رفت حاضرم حتی سرمایه گذاری کنم، خط تولیدش هم براش راه بندازم. پس شما حتما لازم نیست اول خط تولید داشته باشی. خب این از شما باید یه ایده داشته باشی که بتونی آدما رو باهاش جذب بکنی، بعد اون موقع قشنگ سرمایه هم میتونی جذب کنی. بعضیا میگم اگه قدرت تبلیغ میخوای، یه موقع تو محصول رو درست کردی، یه شتاب دهنده، یه شرکت، اینا مثلا یا یه از این سرمایه گذاران میگه آقا من تبلیغ تو برات انجام میدم. مثلا ما یه قراردادی داشتیم با همین ورزش 3، سایت ورزش 3 است. اون گفت آقا من پول به شما نمیدم، یه سهمی از استارتاپاتون رو میگیرم، تبلیغ مجانی بهش میدم. سایت منم روزی مثلا 5 میلیون نفر دارن میبینن. خب ببین، پس حتما شما لازم نیست که قدرت زیاد تولیدی یا تبلیغی داشته باشی. شما نمونه اولیه محصولتو بساز، بیزنس مدل خوب داشته باش، بعد برو از بقیه حتی اینا رو بگیر. پی دی اف هم میذاریم. کراسفیت که داخلی ساخته میشه زود خراب میشه و نمیشه روشون حساب کرد. حالا بستگی داره دیگه چه شرکتایی بگیری، چه جوری کار بکنی. حالا مثالم کراسفیت نبود، مثالم این بود که شما مثلا یه چیزی میخوای وسیله بسازی، اگه خودت بخوای بری دنبالش یه عالمه بر هزینه کنی، نمیدونی کجا بری. این میگه آقا من براش میسازم دیگه. من اصلا میگه رایگان براش نمونه اولیه‌شو میسازم، کارگر دارم، دستگاه دارم، کارگاه دارم، همه چی دارم. اگه گرفت خودم روش سرمایه‌گذاری میکنم. اینو می‌خواستم بگم باشه. شماره عادی تلگرام، شماره اینا رو پیجمو میگم که بچه‌ها براتون تو گروه بفرستن دیگه. پیجم اونجا اگه سوالی داشتین بپرسید. خب اگر سوال دیگه ای نیست، به دیتابیس هست. به این زمانی که دیتابیس ساخته شده باشه خیلی سخت ساخت تیم اجازه به طولانی. خب برای همین ببینید، باز دوباره برمیگردم به مثالایی که زدم. تیم گفتم تو مرحله اول بهترین حالت دوست فامیل. خب این مرحله دوم اینه که شما بتونی یه نمونه اولیه رو با ارزون ترین شکل، یعنی قرار نیست تو اول بری اپلیکیشن درست کنی، تو برو با وردپرس. ما همین ایده سوشیوزو بهتون نشون دادم رو پلتفرم بلاکچین، رو بلاکچین، یعنی رو وب 3 داره ساخته میشه. اصلا خیلی تکنولوژی پیشرفته ای. ما که نمیتونستیم اینو بسازیم، ما رفتیم پول دادیم به یه نفری 7 میلیون تومان، پول دادیم به یه نفری روی وردپرس اینو برای ما آورد بالا. یعنی ساده ترین شکل ممکنش آورد بالا. الان هم سرچ کنین هست، اسمش گذاشتیم طرف من .ir فکر کنم. خب مثلا یه وردپرس ساده رو آوردیم بالا، با اون داریم میریم پیش باشگاه‌ها میگیم نگاه کنیم ما اینو ساختیم، حاضریم با ما قرارداد ببندیم. اگه با ما قرارداد بستن حالا میریم هزینه میکنیم، سرمایه‌گذار پیدا میکنیم. اگه نه هم که 7 میلیون تومان چیزی نیست دیگه، نهایتش اینه که اتفاق نمیفته. بچه‌ها موقعی که شما می‌خواید برین ایده‌هاتون رو پرزنت کنین، میگم حتی اگه جذاب‌ترین ایده‌ای داشته باشین، انقدر شاید جلب توجه نکنه تا اینکه یه نمونه اولیه خیلی ساده و ارزونش رو بسازید. الان ایدهشو دارم ولی امکانات سرمایه ندارم. خب دیگه ما توضیح دادیم دیگه تو این جلسه، گفتیم هم امکانات هم سرمایه رو از کجاها میتونی بگیری. هم میتونم برنامه طراحی کنم و اونی که دارید آموزش بدم، چون ولی من نمیدونم چرا نمیتونم کامل بخونم. ایده رو بچه معمولا کسی نمیدزده. در یک
شرایط ممکنه مثلا بگن آقا ایده رو کسی بدزده. اولا اینکه ایده ای که شما دارید و شما اصلا بیشتر روش مسلط، این یک. دو اینکه جاهایی که مراجعه میکنید مثلا مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، مراکز رشد، اینا اینقدر اونجا ایده میاد، اصلا کسی مثلا روزی 10 تا ایده میاد اونجا، مثلا کسی نمیاد ایده کسی رو بدزده. فقط تنها جایی که امکان داره ایده شما دزدیده بشه جاییه که یه کسی یه محصولی داره، مثلا این باشگاه پرسپولیس این اپلیکیشن رو درست کرده و شما میری پیشش میگی آقا بیا این نظرسنجی هم روش بذار. خب اون دیگه ایده شما رو میگیره میذاره روم، به شما کاری نداره. مگر نه اگر شما ایده جدیدی داری معمولا کسی نمیاد ایده کسی دیگر رو بدزده، چون ایده خیلی زیاده. ایده هم نمیشه ثبت کرد واقعیت. مثلا شما محصول رو میتونید ثبت کنید، یه نمونه اولیه اگه بسازین میتونین برین محصول فیزیکی رو ثبت اختراع بکنید، اونجوری خب آره ثبتش کرد، ولی ایده رو هیچ جایی ثبت نمیکنن. خیلی خب من دیگه فکر کنم کفایت مذاکرات رو اعلام کنیم. امیدوارم که این توضیحاتی که دادیم، این درسایی که امروز مطرح شد براتون مفید بوده باشه و به کارتون بیاد. گروه هم از این دوستان سامانه آموزش ورزش اگه میشه اون اطلاعات گروه اینا رو برای دوستان بذارین که هم بتونن فایل‌ها رو بگیرن، هم اطلاعات تماس و اینا رو اونجا میذاریم. خب خسته نباشین همگی و خدا نگهدار.